علامه شیخ ابن عثیمین یکی از مفتیهای عربستان سعودی میگه و هؤلاء المحكمون للقوانین، و این کسانی که در مورد قوانین حکم میکنن، این شخصایی که امروز قانون میسازن و یا قوانین تطبیق میکنن، درباره از اینا صحبت میکنن. لیست قضیه معینه خالفوا فيها الكتاب والسنه لهوى او لظلم، ولكنه میگه اینا که امروز حکم میکنن در یکی از قضایا مخالفت با قرآن و سنت نکردن، استبدلوا الدين بهذا القانون، بلکه اونا دین به این قانون تبدیل کردن، یعنی شریعت الهی را دور کردن و به عوضش قوانین وضعی یا قوانینی که خودشان ساختن. مثلا در شریعت زنا یک جرم است، شراب یک جرم است، در مقابلش حد است. یعنی وقتی که جرم از گناه کبیره هست، در مقابلش حد است. عالم چی میگه؟ جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله. میگه این حاکما چی کردن؟ قانون جاگزین شریعت الله کردن، قانونی که خودشان ساختن. مثلا در قانون زنا اگر به اختیار خودش شوه کدام مشکل نیست. و یا مثلا شما اگر برین در ترکیه میبینین که یک کسی قتل خود مثلا در هتل ها زنا میکنه، بنا زنا کردن در این مملکت جرم نیست. یا مثلا شراب فروشی هست، هر کس خواسته باشه شراب می نوشه، بنا شراب نوشیدن جرم نیست. مثالش یعنی اونجا دیگه کشورها را هم بالا از این قیاس بکنین. و هذا کفر حتی لو صاموا و صلوا و تصدقوا و حجوا این میگه این کفر است. یعنی این کاری که اینا میکنه، این میگه کفر است اگرچه اینا روزه بگیرن یا حج بکنن و یا دیگه احکام اسلامی را سر خود تطبیق بکنن. و هذا کفر حتی لو صاموا و صلوا و تصدقوا و حجوا این کفر است میگه اگر روزه بگیرن، نماز بخونن، صدقه بکنن و حج برن. حتی لو صاموا و صلوا و تصدقوا و حجوا فهم کفار ما داموا فهم کفار، پس اینا کافر هستن. به نظر شیخ عثیمین کسی که قوانینی را که ضد شریعت الله هست او را تطبیق میکنه، این حاکما کافر هستن و اگرچه نماز بخوانن، روزه بگیرن، حج برن و صدقه بدن. عدلوا عن حکم الله وهم يعلمون بحكم